درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نام‌اثر روزنامه‌نگار جاوید مقیم. آغاز گفتاری دهم. صبح بعد ناشتا نادر به احسان زنگ زده گفت که گوشی را به پدرش دهد. تنجی است به تلفن احسان زنگ میزنی؟ گفت ولی جان بعد سلام و حال پرسی. تلفن تو را ممکن گوش کنند، بر وقتر بیا به قرغان باید رویم. باز یک کشتاری به هم مانند. بعد مفصل تر صحبت میکنیم. من ناشتا کرده بعد 10 دقیقه میرسم. من در پیش خانه انتظار میشوم، گفت نادر و گوشی را ماند. او از تلفن کوچه زنگ میزد. ولی جان در وقتی وعدگی رسیده آمد. نادر به ماشین نشست و خبری از اینترنت گرفته‌اش را به ولی جان داد، برگرداند و گفت انا برای چی تپانچه را نپرتافته است قاتل؟ تا با تشخیص شناس نشویم هیچ چیز گفته نمی شود. شاید تصادف باشد، گفت نادر. کنی رویم، یگان چیز معلوم می شود، گفت ولی جان و ماشین را به حرکت درآورد. این گرگلی کیست و با خاشاکوف چی ارتباط دارد؟ سوال کرد نادر و خود پاسخ داد. تبرعلی تا 10 سال قبل در قرغان منصب داشت و تجارتش نیز رشد میکرد. شاید از همکارانی همان دورش باشد. ممکن. ما حالا بسیار چیزها را نمیدانیم و افشای این قضیه کار است مشکل ولی حل شونده. دیروز نمیدانستیم که از چی سر کنیم. حالا باشد ما رشته را یافتیم و آن را کشیدن میگیریم. آنها تقریباً بعد 1 ساعت به مرکز ولایت شهر قرغان رسیدند. ولی جان ماشین را راست به ریاست کارهای داخلی ولایت هی کرد. سردار ریاست یکی از شاگردانش بود و آنها به ممانعت وارد اتاق او شدند. سردار آنها را خیلی خوش قبول کرد. شاکر جان، ما برای گرفتن یک معلومات آمدیم. سخن آغاز کرد ولی جان. دیروز در شهر شما گرگلی بایف نام تاجر را کشتند. ما تفصیلات این واقعه را دانستن می‌خواستیم. برای همین قدر گپ خسته آمدید. تلفن می‌کردید، معلومات ضروری را می‌دادیم. خودمان به واسطه بینیم، گفتیم. من حاضر مفتش این قضیه را دعوت می‌کنم به شما معلومات ضروری را می‌دهد، گفت سردار و گوشی را برداشته به یاورش امر کرد که مفتش سعید جان رضا را دعوت کند. این گرگلی چی تکیه‌گاهی دارد که از وزارت برایش آمدید؟ براستی ما گرگلی را نمیدانیم و ما قاتل او لازم است. فهما گرگلی از بایویک های سابق است که از دزدی و غارتگری ثروت گم کرده حاضر بیزنسمن شده است، گفت شاکر جان. همین وقت اجازه در آمدن پرسیده کاپیتان سعید جان رضا وارد اتاق شد. سعید جان این کس استاد من، پلکونیک ولی جان نرزالله، مشاور وزیر آید به جنایت های متشکل. آنها سر قضیه کشتار بایف از دوشنبه آمدند. آنها را با همه معلومات موجوده شناس کنید و چیزی که لازم باشد کمک رسانید. اطاعت رفیق پلکونیک، گفت کاپیتان. خوراک نصف روزی را یک جای میخوریم. در ما هم جایهای سلقین هست، گفت شاکر جان. ممکن تا آن وقت ما به دوشنبه برگردیم. این پیشنهاد را رد کردنی شده، گفت ولی جان. 1 ساعت پیش و 1 ساعت قفا چی فرق دارد؟ شما چطور شده اینجا بیایید و ما 1 پیاله چای نکنیم؟ اگر نگویید خفه می شوم. خوب نصیب باشد، پس ما با سعید جان می رویم. میلش تا نصف روزی، گفت سردار آنها را تا در گسیل کرده. آنها به کابینت سعید جان آمدند تا با حجتهای این قضیه شناس شوند. جسد بایف حالا در کجاست؟ پرسید ولی جان. دیروز خویشاوندانش گرفتند. تشخیص طبی سودی گذرانیدید؟ بله، انا نتیجهش. معلومات نامه را نشان داد کاپیتان. در آن گفته می شد که بایف در نتیجه بدتنش رسیدن 8 تیر تپانچه مکاروف از جمله 6 تیر به قفس سینه، 1 تیر به سر و 1 تیر دیگر به آلات مردیش وفتیده است. نوار جای حادثه و کشتار را ندارید؟ پرسید نادر. بله هست.
هم نوار و هم صورت گرفته ایم. می توانید که بینید، گفت و نوار را در کامپیوتر نشان داد. معلوم بود که این دو کشتار به هم خیلی مانندند. همین نوار و معلومات دیگری موجوده را به فلشکه من پرتایید. خواهش کرد نادیر. حاضر، گفت کاپیتان و این خواهش را اجرا کرد. تی را اکسپرتیزه کردید؟ پرسید ولی جان. بالیستیک آن را معاینه می کند. همین روز نتیجهش معلوم می شود. شاهدان واقعه چی می گویند؟ براستی شاهدی نداریم که این حادثه را به واسطه دیده باشد. او را در روز روشن در پیش خانه‌اش براندند، ولی کسی ندیده است و چیزی نشنیده است. قاتل از تپانچه صدا خاموش کنکدار استفاده برده است. این را از کجا می دانید؟ تپانچه را در جای حادثه یافتیم. یگان آثاری هست؟ نه، قاتل از دستپوشک استفاده کرده است و یگان پی از خود نگذاشته است. به فکر شما سبب کشتار چی باشد؟ پرسید نادیر. ما حاضر چند فرضیه را تحقیق کرده ایستاده ایم، ولی فرضیه از همه اساسی این تجارت است. بعضی ها می گویند که بایف به معاملات غیر قانونی مواد مخدر نیز مشغول بوده است و او را رقیبانش کشتند. همه این معلومات را تفتیش کردن لازم. سعید جان، ما جای حادثه را دیدن می خواهیم، گفت ولی جان و افزود. آنجا را نشان می دهید؟ خوب، من حاضر ماشینی نوبتدار را جیغ زنم. حاجت نیست، ما ماشین داریم، گفت ولی جان و از جا برخیست. آنها از کابینت برآمدند. شما برآمدن گیرید، من بالیستیک را بینم، گفت سعید جان. من هم با شما می روم، کنی بینم در مضافات چگونه کار می کنند، گفت نادیر. کابینت بالیستیک در آخر بینا بود. بعد زنگ آن را یک زنی خوشنمای 35 ساله که در تن لباس افسری و رتبه لیتنانت کلان داشت کشاد. سلام، من خودم نتیجه را بردنی بودم که آمدید، گفت خانم و معلومات نامه را داد. کنی بینم، گفت نادیر به معلومات نامه نظر کرده. از روی آن انیق بود که خاشاکوف و بایف از یک سلاح کشته شدند. خانم زیبا، می بخشید رفیق لیتنانت کلان، به ما هم یک نسخه معلومات نامه نمی دهید؟ این کس مشاور وزیر نادیر امینپور از دوشنبه آمدند، معرفی کرد سعید جان. می بخشید این چندان صحیح نیست. من مشاوری وزیرم. این خیلی وظیفه هم می شود؟ حیران پرسید خانم. حاضر هر چیز می شود، به خصوص وظیفه بی پول باشد، با لبخند گفت نادیر. شما اندکی می استید تا معلومات نامه را نسخه برداری کنم؟ بله، اگر این خیل خانم زیبا فرمایند. من معلومات نامه را به کابینتم برده می مانم و شما را در بیرون انتظار می شوم، گفت سعید جان و از اتاق بیرون شد. شما با میلیسه مانند نیستید. من هم نگفتم که میلیسه هستم، گفتم که من مشاوری میلیسه ام. عجیب، میلیسه هم مشاور می گرفته است. به هر حال کسبتان را نگفتید. من ژورنالیستی آزادم. خیلی آزاد. در هیچ کجا کار نمی کنم. پس چخیل زندگی می کنید؟ خدا بنده هایش را خار نمی کند. به هر حال یگان منبع زندگی دارید. البته با حق ترجمه روزی می آبم. فهما، پس به شما این معلومات نامه چی لازم؟ این برای شیف. نادیر فهمید که خانم به او توجه دارد. بنابراین فرصت را از دست نداده پرسید. شوهرتان به میلیسه شدنتان راضی است؟ من حالا شوهر نکردم، دخترم، با لبخند گفت خانم. نخواهد چون این دختر زیبا به شوهر باشد. همین خیل میلیسه را کسی نمی گیرد. افسوس که در دوشنبه نیستید. چه شما می گرفتید؟ چرانی؟ زن داشتگیستید و مرا احمق می کنید. انا رقم تلفنی من، اگر خواهید زنگ زنید. صحبت را ادامه می دهیم، گفت نادیر به دست او کارت را دراز کرده. دستی آنها به هم رسید. از این دخترک احساسی گوارایی کرد. البته زنگ می زنم. شما امروز همینجا می مانید؟ متاسفانه می رویم. به هر حال زنگ زنید. من رقم تلفنتان را ثبت کنم، گفت نادیر از کابینت برآمده. سعید جان آنها را به جای حادثه برد. خانه گورگالی بایوف در محله نوبنیاد که اساساً تاجیکانی به اصطلاح نو زندگی می کنند واقع بود. گرد خانه های 3 آشیانه و 4 آشیانه را دیوارهای بلند بیتانی احاطه کرده بودند.
از پس این دیوارها کوچه نمی نمود. البته در این حال کسی نمی دانست که در کوچه چی رخ می دهد. کوچه نیز آرام بود. نادر به خانه های دو طرف کوچه با دقت نظر می کرد تا ببیند که کدام از آنها ویدیو کامera دارد. متاسفانه یگان تا ویدیو کامera به نظر نمی رسید. اینجا مردم خود را به خطر احساس می کردند، گفت نادر. بله، اینجا از به خوفترین محله شهر محسوب می شود. 2 سال باز در اینجا یگان جنایت صادر نشده بود، گفت سعید جان. در خانه بایف یگان کس باشد؟ پرسید ولی جان. به گمان جسد او را به زادگاهش ناحیه سنگ سیاه بردند، پاسخ داد سعید جان. پس اینجا ایستادنمان معنی ندارد، گفت ولی جان و ماشین را پس گرداند. شاید به آفیسش رویم، پرسید سعید جان. کاری بیهوده، ممکن همه به جنازه رفتند، گفت نادر. شما کارمندانش را پرسیدید؟ سوال کرد ولی جان. بله، کسی چیزی نمیداند، پاسخ داد سعید جان. از نو جستجو کردن در کار، ولی امروز کسی را پیدا کرده نمی شود. باید تو اینجا بیمانی و کار را ادامه دهی، گفت ولی جان و نادر. خود من هم می ماندم، لیکن بیگاه نزد وزیر دعوت شدم. من باید حتما آنجا باشم. پس من ماشین را به تو مانده می روم. بگ پر بنزین است. پول داری؟ دیروز گرفته بودم. برای 1 روز می رسیدگیست. نرسد بانکمت بودگیست؟ بله هست. اکثر بانک های کلام بانکمت خود را مانده است، گفت سعید جان به صحبت همراه شده. این طور باشد حالا به افتوکزل می رویم و من با تاکسی به دوشنبه برمی گردم. رفیق پلکاونیک سردار ما را سپارش داده است که شما را به طرفخانه چارباغ برم. آنجا کابینه برای شما فرمایش شده است. سردار هم وقتی تنفس نصف روزی پیشتان می آید، گفت سعید جان و افزود. اگر نگوید من سخت گپ می شنوم. گفتم که ضیافت هیچ ضرورت نداشت. ناعلاج راضی شد ولی جان. طرفخانه چارباغ در بیرون شهر در بالای کانال وخش ساخته شده خیلی سلقین بود. مأمور طرفخانه که از آمدن مهمانان آگاه بود آنها را خیلی خوش قبول کرد. برای آنها نه کابینه بلکه حجره خاص آماده گردیده بود. حجره را کاندیسیونر نیز خنک می‌کرد. بالای میز دسترخوان پر از نقل و نوا، شربت و نوشاکی های سپیرتی گسترده بودند. شربت ریزم؟ پرسید سعید جان که در خدمت بود. نه، چای می نوشم، گفت ولی جان. البته چای کبود. سعید جان به آنها چای ریخت. بعد نوشیدن چای نادر برای صحبت چشم به چشم داشتن به ولی جان که مثل او سیگار نمی کشید گفت بیا 1 سیگارت کشیده بیاییم. میلش. اشاره را فهمیده گفت ولی جان شما سعید جان نشسته استید، ما 1 دود داده برمیگردیم، گفت نادر. همینجا کشیدن گیرید، باکی نیست. من هم 1 وقت سیگار می کشیدم، گفت سعید جان. به هر حال این خیل هوای تازه خانه را غبارآلود کردن خوب نیست، گفت نادر و آنها به صحن حولی داخلی طرفخانه گذشتند که از چشم و گوشها دور بود. من نتیجه تشخیصی بالیستیکی را گرفتم، گفت نادر. خاشاکوف نیز از همین تپانچه پرانده شده است. اکنون ارتباط این هر دو را باید یابیم. شاید آنها یک جای کار میکردند. این احتمالیت دارد، زیرا گرگالی هم از سنگ سیاه بوده است. من حالا به 1 نفر زنگ زدم میفهمم، گفت نادر و رقم تلفن سفرعلی معلم را گرفت. سفرعلی الا گفته گوشی را برداشت. نادر بعد سلام و حال پرسی از او سوال کرد شما بیزنسمن گرگالی بایوف را میشناسید؟ گرگک را هم میدانم، از قشلاق همسایه است. بایوی که تبرعلی بود، بعدتر در دست او در قرغان کار کرده بیزنسمن شد. گرگک به شما چی در کار؟ او 1 ناآدمی پلید است. او را دیروز کشتند. جایش دوزخ باشد، دعا کرد سفرعلی. نادر با او خیر و خوش کرده به ولی جان گفت بین این دو ناخلف ارتباطی دیرین بوده است. گرگالی یا این که گرگک رزمنده دسته تبرعلی بوده است و بعداً در بیزنس زیر دستش شده است. منبع من میگوید که بیزنسش با دستگیری خاشاکوف آغاز گردیده است. خوب، اکنون باید دانیم که چرا این هر دو را به 1 طرز کشتند.
آنها به یک قضیه ارتباط دارند. به فکر من دوره فعالیت خاشاکوف را در قرغان آموختن لازم. شاید این قصاص به همین دوره ارتباط گیرد. درست. پس من فردا از وزارت در این باره معلومات می جویم. تو باشه اینجا صحبت بکن. اگر امکان دست دهد قضیه های جنایی همان دوره را پرسان شو. بیا رفتیم که با سعید جان یگان چیز گمان نکند، گفت نادر و افزود واقعا باز در جلسه کرته ها را باز نکنی که میلیون از دست می رود. مرا گل و گرنگ حساب نکن، خودم می دانم. همین وقت تلفن نادر زنگ زد. تو رفتن گیر، من می آیم، گفت نادر به ولی جان صدای زنانه را شنیده. اکای نادر، این رقم تلفنی من ثبت کنید. می گفت تشخیصگر لیتینانت کلان. خیلی خوشم از شنیدن صدایتان، ولی نامتان را نمی دانم. نامم بنفشه، نامی زیبا به مثل خودتان، نامی عادی زبان زده. حالا این طور است، ولی 35 سال پیش وقتی زاده شدن شما مود بود چونین نام گذاشتن. شما از کجا می دانید که من 35 سالم؟ کسب من این را تقاضا می کند. میل شما شب می مانید یا می روید؟ این از شما وابسته است. اگر استید گوید می مانم، به من باشد مانید. پس با شما واخوردن ممکن؟ نقصتر خواهش کنید ممکن. پس من التجا می کنم، پیش پایتان می افتم. اگر این خیل باشد من برای واخوری راضی. جای هست که هر دو شب را گذرانیم. چرا یک بار از شب گپ می زنید؟ ما 18 ساله نیستیم که در پیش وقت زیاد داشته باشیم و امروز و پگاه گفته گردیم. سراسیمه اید، همه را می خواهید در دفعه اول به دست دارید. ولی من از امتحانها از دفعه اول می گذرم. راضی هم کردید. خانه دوگانه هم خالی است. او بعد تعطیل برآمده با شوهرش به ولایت سوخت رفته است. کلید خانه اش در دست من. پس بیگاه من به شما زنگ می زنم، گفت نادر صحبت را انجام داده. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسری روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 10.